افسانه است ولی واقعیه. استاد منظوی میگه چی؟ میگه خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من فرمول داره حل میکنه. پلنگ من دل مغرورم، پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. گله شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه‌ای در من به نام دیدن و چیدن بود. من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری. بیل قطار رو ببین، تصورشو. من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری که هر دو باورمان ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. اگرچه هیچ گل مرده، ولی میگه باید هنوز امید داشته باشی، اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من، فریبکار دغل پیشه بهانه‌اش نشنیدن بود. حالا محشرترینش حسن ختامش اینجاست. میگه چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود. تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود. رو استاد منظوی